خرده گرفتن قزوینی از خلیفه راشد عمر ابن خطاب رضی الله عنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از دوستان به من پیم دادن که در رابطه با قضیه حضرت امیر سلام الله علیه که گفتن در نماز وقتی صدقه به سائل میده حضور نداره، یه مقدار کوتاه آمدید و جواب نقضی ندادید. آقایان بیان به ما جواب بدن. آقای ابن ابی شیبه در مصنف جلد 2 صفحه 144 بگه جناب عمر ابن الخطاب هنگام نماز خواندن شپش‌های بدنش رو خلاصه میکشت و تا خونش در میآمد. آقایان جواب بدن که آیا کشتن شپش در حال نماز اونم خونش در بیاد آیا با نماز با حضور قلب منافات دارد یا ندارد؟ البته خود آقای ابن عبدالبر در استذکار میگه آقا خون شپش نجسه. آیا نجس شدن بدن آقای خلیفه دوم آیا این منافات داره یا نه؟ دوم، باز ابن ابی شیبه در جلد 2 صفحه 186 از قول عمر ابن الخطاب نقل میکنه من وقتی نماز میخواندم در حال نماز مالیات بحرین رو داشتم خلاصه حساب کتابش میرسیدم. آیا اینها منافات دارد یا ندارد؟ بفرمان یک جوابی برای ما بدن. بینندگان گرامی، در سند روایتی که ابن ابی شیبه در مورد کشتن شپش توسط امیرالمؤمنین خلیفه راشد عمر ابن خطاب رضی الله عنه نقل کرده است، فردی به نام ابوبکر ابن عبدالله ابن ابی مریم وجود دارد که به اتفاق علمای رجال ضعیف می باشد. بنابراین روایت مذکور از ایشان ثابت نیست و جایی برای خرده گرفتن از این بزرگوار باقی نمی ماند. ولی با این وجود کلینی در کتاب الحدائق الناظره در همین زمینه از عبدالله ابن سنان از ابی عبدالله جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که ایشان فرمود هرگاه در حال نماز خواندن شپشی را یافتی آن را زیر سنگریزه های مسجد دفن کن. چگونه است که دور کردن شپش و دفن کردن آن در زیر سنگریزه های مسجد در حال نماز در فقه شیعه اشکالی ندارد و با خشوع و خضوع نماز در تضاد نیست، ولی اگر چنین کاری را شخص دیگری انجام دهد در نماز دچار لهو و لعب گشته است. آقای قزوینی، چیزی را که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. و اما مشغول شدن ایشان رضی الله عنه به تقسیم مالیات بحرین در نماز نیز امری است که وقوع آن برای هر امیر و حاکمی رخ می‌دهد، بلکه می‌توان گفت شاید نتوان فردی را یافت که ذهنش در نماز مشغول کارهای خارجی و روزمره نگردد. و همان گونه که مستحضر هستید ما اهل سنت قائل به عصمت هیچ کس پس از انبیا علیهم السلام نیستیم. آیا خود آقایان می توانند ادعا کنند که تمام نمازهایی که تا به حال خوانده اند بدون هیچ گونه دغدغه ذهنی در نهایت خشوع و خضوع بوده است؟ از طرف دیگر مگر خود شیعه پرداخت زکات در حال نماز را به علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نسبت نمی دهند و این کار را از فضایل ایشان نمی دانند؟ پس چگونه است که مشغولیت در نماز و پرداختن زکات به فقیر در حال نماز برای علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فضیلت بوده و اما تقسیم مال بحرین و رسیدگی به امور مسلمین برای عمر فاروق رضی الله عنه لهو و لعب و رذیلت؟